در ناحیه کشونیان جهت انجام دادن تدبیرهای پیشگیری احتمال سر زدن آفت‌های طبیعی بخصوص در نتیجه بارشات زیاد، بلند گردیدن سطح آب دریاها و رخنه شدن ساحل از جانب نهاد متصدی در یکجایگی با اهالی کارهای معین اجرا کرده می شود. در همین زمینه طبق امر رهبریت ولایت ختلام و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کشونیان در منطقه خوفناک ساحلی دریای وخش دهه سرپل جماعت شهرک باختریان تدبیرهای ساحل بندی برآ آماده شد که توسط تکنیک‌های ضروری و دیگر مصالح لازمه ساختمانی بخصوص تخته‌سنگ‌های کلان حجم و سنگ و شغل ساحلی رخنه شونده پورا مستحکم کرده شد. این تدبیر اکولوژی با سهمگذاری صاحبکار محلی شراف‌الدین سعدالله‌زاده انجام داده شده برای پیشگیری از به وقوع آمدن حالت‌های ناخوشی طبیعی مهم و سریع معنیداد گردید. با مقصد پیشگیری از سر زدن آفت‌های طبیعی طبق امر رئیس ولایت ختلان در همه شهر ناحیه ولایت ختلان حشر دستجمعانه رفته ایستاده است. از آن جمله در ناحیه کشونیان با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کاربری‌های شعبه حالت‌های فوق‌العاده با دستگیری صاحبکار وطنی سعدالله‌زاده شراف‌الدین زیاده از 500 متر کارهای زمینی ساختن سده‌های محافظتی آبگردان کندن خندق پرکوب اجرا شده در نقشه است که زیاده از 1 کیلومتر کارهای ساحل مستحکم کنی اجرا می شود. این کارها سر زدن آفت‌های طبیعی پیشگیری رفع حالت‌های فوق‌العاده می باشد. مورد ذکر است که امروزها صاحبکاران با درک بلند وطنداری در برابر سهمگذاری در کارهای آبادانی و سازندگی اینچنین جهت حفظ سالمی جامعه امین نگاه داشتن زمین‌های کارم و دیگر انشاءات خواجگی خلق حصه ارزنده دارند. با اطلاع مسئولین شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه کشونیان مسافت 40 کیلومتر ساحل چپ دریای وخش از حدود جماعت شهرک بوستانقلعه باختریان و زرگر ناحیه می‌گذرد که در این مسیر 4 منطقه خوفناک موجود میباشد. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و شعبه حالت‌های فوق‌العاده پیش از سر زدن آفت‌های طبیعی بلند شدن سطح آب دریای وخش در هر یک منطقه خوفناک در مؤسسه‌ای که در منطقه خوفناک جایگیر میباشد در همبستگی کارهای فهماندهی پیشگیری رفع حالت‌های فوق‌العاده با کدام طرز اسلوب اواکواسیون شدن اهالی کارهای فهماندهی جانب کرده می شود. همساله باید گفت که همساله در منطقه‌های خوفناک ساحلی دریای وخش کارهای ساحل بندی به مانند خندق و سده‌های محافظتی با استفاده از سیمتور و تخته‌سنگ‌های آهن و بتونی و دیگر مصالح مناسب به ساحل بندی انجام داده می شود. مسئولین ستاد ناحیوی حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی نیت دارند که با استفاده از مصالح ضروری و جلب ساکنان در منطقه‌های خوفناک تدبیر ساحل بندی را انجام دهند. در رفع چاره‌بینی کشاندن سنگ‌های کلان حجم، سایه مستحکم کنی سده‌ها، کارهای زمینی ساختن سده اجرا شده، خوف سر زدن آفت طبیعی را کمی هم باشد پیشگیری نمودند.